سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. آقا جدیدن که یعنی من تازه پیدا کردم این شیرینی فروشی هایی که بعضن معروفن تو سطح شهر، حالا چه تهران چه کرج، یه تولیدات جدیدیه تو قسمت نونشون آوردن و مثلا شامل نون پنیر هست، پیراشکی تور هست که لاش گوشت و مرغ و سبزیجات میذارن و برای من جذاب بوده تا الان. نه به عنوان اینکه حالا خیلی خوشمزه باشن یا خاص باشن، ولی جذاب آدم میره شیرینی بخره، یه خوراکی غیر شیرین هم بخره که متریالش متریال غذاه. حالا یه شیرینی فروش معروفی از احتمالا میشناسین تهران، شیرینی فروشی گاندی. این شیرینی فروشی گاندی معروفه به شیرینی دانمارکی خیلی خفنش، یعنی حتی اکثر روزا برای خرید شیرینی دانمارکی مردم صف می‌بندن یا از جاهای مختلف تهران میان که شیرینی دانمارکی داغ از اینجا تهیه کنن. امروز که رفتیم شیرینی دانمارکی بگیریم برای مادرم، با یه سری پیراشکی اونجا مواجه شدم که قبلا مواجه نشده بودم. حالا آوردم که تستش کنم. یکیش پیراشکی سبزیجاته، از ظاهرش من احساس میکنم، و یکی دیگهش هم خیلی لایه‌هاش اصلا باز میشه، یه حالت خمیر نمیدونم یوفکا چیه، مثلا زبون میمونه از هم جدا میشه. و این یکی هم فکر کنم مرغش باشه، چون گوشتش توش گوشت چرخ کرده داشت و این از اونا نیست احتمال. خب بریم برای تستش. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی بیسیکه ولی باحاله، یعنی حس غذا نمیده، بیشتر بافتشون بافت نونیه، بافت شیرینیه، آدم احساس نمیکنه که داره یه چیز سنگین میخوره. من حس شیرینی زبون ازش میگیرم، مثلا ناپل اونیتور نکن، حتی پودر شیرینیاش هم همون جوریه. این مرغه بود. یه تست ریزی هم از سبزیجاته بریم. حالت خمیری داشته که خیلی خوشمزه است. من خوشم آمد، یعنی احساس خوب بودم به شیرینی فروشی همچین چیزی بگیرم، چون ما بس میداریم تو ادارمون هی از بچه ها شیرینی میگیریم و خودمون شیرینی میدیم. خب خیلی هستن مثلا الان که این چالش های حذف قند و اینا اومده، قند نمیخوام بخورم. خب اینایی که نمیخوان قند بخورن و خیلی میخوان شیرینی بخورن، معمولا محروم میشن از شیرینیایی که ما میخوایم بگیریم. اینجوری باحاله، یعنی یه چیزی میانه است. البته این قیمتش خود سنگین بود، اینا دونه 50,000 تومان بودن، ما این که حدودا یه شیرینی انقدی هن و برای انقدر 50 تومان به نظرم میخورده. شیرینی گاندی که خیلی معروفه داره پول برندش رو میگیره. من برای یه شیرینی فروشی دیگه تو خیابون ویلا که دانمارکی داره، اونم چیزاشو امتحان کرده بودم، پیراشکی غذایشون رو کوچیک‌تر بود که حالا یه بار رو هم میریم میخوریم، ولی احساس میکنم که خود پول برندش.